بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوّني فيه على اقامت امرك. بارالها در این ماه برای برپا داشتن امرت نیرومند ساز مرا. و ازقنی فیه حلاوت ذکر، و شیرینی ذکرت را به من بچشان. و اوزعنی فیه لاداء شکرک بکرمک، و ادای شکرت را به من الهام فرما. واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. و به نگهداری پوششت نگاهم بدار ای بیناترین بینندگان.